آقا به چالمپیک با یوتیوبرها خوش اومدید. چالمپیک یعنی المپیک بازی‌های چالشی. شیر نه همینقدر. یه لحظه شما سه تا بغل هم وای میسی. حکم چیه؟ 10 تا آیتم داریم، هر کی بیشتر ببره خب چالمپیک رو میبره دیگه. چی چالمپیک چه اتفاقی بیفته به بعد؟ جایزه چیه؟ برنده استی. اولین برنده چالمپیک. خب آقا توی این آیتم قراره که توی این آیتم قراره که با چش بسته یه توپ رنگی که لای این بادکنکاست رو این بادکنک اون آقا توپ رنگی رو پیدا کن و گلش کن. هر کی گل کنه مدال گنج طلایی رو میگیره. آقا یه لحظه بیا. صبر کن. شما بذارشم اینجا. بیا من توپو انداختم میلاد وسط بادکنک. معلومه اون برا. فهمیدی؟ آقا صدا اومد اونجاست. شروع. چند دقیقه وقت داره؟ یه دقیقه. 3 2 1 ای دوشیه کجا مالا دن دره دره دن دن داداش دیگه داری میری سر کورنه. توپو گذاشتی. آها باریکلا نزدیک شدی من صدا میدم. توپ داره میاد نه سمت تو. توپ کو توپ کو گیر کردم. برو داری میری نزدیکش. نه ردش کردی بیا آقا. با ما برای راهنماییش کنی؟ نه گفتم دیگه. یه چیز سفتی بود. آها با پا باید بزنه؟ میخوای توپو ببری تو گل رفتی تا گل دیگه. من نمیدونم کجا که اینجاست. کجا؟ لب خط اصلا مگه میشه گل نشی؟ نه نمیدونم کجا. من داشت میزد من فکر بیرون. کردم اینجام اینوری هم شوتیدم اصلا. آقا من اینو بگم چون من خیلی رفتم جلو نفهمیدم اونی که از عقب‌تر بزنه مدالو میگیره. الان نوبت این ویداییه. آقا بیا اینجا اینم توپ. برو. اون توپ نیست، اون توپ نه، اون توپ هست داداش. راست. راست. حاجی به اسم خدا بادکنکات توپ جدا شده، فقط توپو پیدا کن. اینجا داره میاد جلو بادکنکا هم داره میره. اینجا بیا صدا اینجا. خود فیل بردار میشوتی اینجا. بشوت. برو جلو. جلو تو دیگه. بدور راست. اصلا دنبال توپ نیست بابا. این خب ایمان که هیچ دیگه. حامد جان آماده ای؟ بله. بذار ببینیم پاکت میشه. وایسا. اوی چرا؟ کجا فهمیدی؟ گفتی پاکت دیگه داره گل که نیست. بیتوک دادی. برو. بذار ببینیم چیکار میکنه. ایمان در آورد. ایمان داره. پشت زبان تاوب پشت زمانت رفت داداش. اینجا. نه اونو بر ندار. اون ایمر چه گرفته صداشو سوهر فقط تو میتونی مدال هم من بگیری. نکن اینو میشه آقا این فیلم برای شما داشته باشی. آقا دیگه برات عالی کردیم. من فقط چون دیستم گرفت ببخشید یه ذره الان دیسک تو دارم. من فلاپیم گرفت. اونو بذار شش. همینجوری اوکیه برم. اوکی. بچه‌ها مصدوم رفتم ببخشید چون پیر شدیم یه سری پیرمرد داره ویدیو یوتیوبی میگه دیسکش زده بیرون نکن. داداش این چیه؟ بیا آروم. این بس. خب اگه قراره بگی چرا میچرخونی؟ آره دیوونه است. چپ راست ایران وطن ما. بچه‌ها ما فیتیله. صحرایش سبز و پاک و زیبا. اون نیست نبود. هر برد قله تیزش آن بالا. نه این بیرون زدی. آقا بس خوشبختانه مدال رو فازی میگیره. جواز طلایی من وقتی چیز سنگین بلند میکنم. وقتی رئیس داخل ما ترفیع بگیر توپو باید بندازیم اینجا. چه کارجی جان اووری سر خب باید دو زانو نه دو زانو بریم اینجوری اینو بندازیم تو سبد. هر کی زودتر بندازه مدال گوزن طلایی میگیره. هر کی زودتر اینو بندازه اونجا. شما مدال گوزن برات مهمه یا دوست داری مثلا مدال حیوان دیگه بدی؟ من اگه حیوان بودی چی بودی؟ لاپای گوزن یه دزه اونو بفهم
4 تا راکت داری. بسه دیگه بسه. چجوری میریم؟ همینجوری تو خیاره همه میریم؟ آره دیگه با هم می‌ریم؟ روزانو رو زمین. اخ بعد بیفته چی؟ باید از اول بیای بله دیگه 3 2 1 کیرم تو مال من بود. واقعا گوز آماده ببین من نرسیدم فقط تونستم یه دونه بزنم پسه. خب آقا جان میتونی گوز طلایی بذاری رو خودت ما میتونیم نه فرضی دیگه ادیتور برات انجام به اون دوربین به آقا توی این آیتم میدونی که آیتم خوراک منه. حال توضیحشو بده. بچه‌ها توی این آیتم قراره که هر کی سریعتر لیوانا رو بترکونه یعنی بپوکونه بعد آخر اون بادکنک رو بترکونه مدال گوزنی نصیب اون میشه ولی تا من الان هم که گفتیم میدونید کجا. یه دونه من دارم یه دونه داش حامد ما هم داریم نشون ندادیم. حالا میدونی با کجا باید له کنید خدا با سن مبارک ببین از اینکه من 2 ماه آخر کارمو تو پارک دانشجو کار کردم خدا رو شکر. من راحت میکنم. این باید له شانه و بره تو من اونا رو حیف غیب نشه. میکنم اینم غیب میکنم. نه قبول نیست. پوکشو میخوایم ما برای ایشون 12 ایشون به کوبه قشنگ 2 تا رمپ پارکینگ رو میده. قشنگ میتونه 3 تا 3 تا رو من میتونم یه بازدید داشته باشم. آره اینه کف همون صافی سوراخ واسه مثل دل منه. مثل کیه دو سر رو میگه؟ من میگم 3 2 1 بچه‌ها مصدوم دادی. امیدوارم بابام اینجا رد نشده باشه. یه لحظه شما نگاه کن همه سالمه. خدایی بر منو نگاه کن. مال منو نگاه کن همه نشست. اینو 1 2 3 4 5 اولیه چرا نشستی چی؟ نشستم برگشته حاجی احتمالاً اینجوری بوده. یه لحظه برای منو حامد نگاه کن. میخوای امتیاز نگیری آقا ایمان اینو گوزیدی بهش فقط افتاده هیچ چیش نشده. کدومتون زودتر تو زودتر تمام کردی از سویلاره آقا منو بذار کنار میگم جو بین شما دوتا کی زودتر تمام کرد من دیگه من اومدم بزنم تک بستم نشد پس دیگه. سویل مدال بذار رو سرت اینو بکن تو. نه تو شاخ داره گوز باریکل. به فقط تو نداری یا بس دیگه حاجی بگو دیگه توضیح تو بده. چه لذت خوشتون می‌بری. اومد. آقا یه دقیقه گوش بده نه یه دقیقه گوش بده آقا نه دیگه بگم قراره که بریم روی توپ وایسیم بچه شیطونی کنید 3 تاتون رو اینجوری با ملاقه تنبیه میکنم ملاقه است بس دفعه ما 3 تا رو تنبیه نکنیم. نه دیگه ویدیوی من نمیشه شما باید تنبیه شید آقا قراره که تعادل داشته باشید روی این توپ با 2 پا میرید روش وای میستید اینو باید بزنی اینجوری بره تو این هر کی زودتر بندازه تو این روی توپ برنده از پاتون زمین اینا باشه امکانش ممکنه این نیست. قسمت 3 ثانیه طول بکشه. اشکال نداره اون چه فدای رفت؟ سرت فدای سر تو روزبه میذاره فدای سر تو آقا یه دقیقه وایسا این احتمال چیزی که مرگ تو هست. طراحی کردی 3 تا دست لازم داره نه یک ولی اینو مقدار بذاریم هوش تو. نیاز داره 3 2 1 باریکلا. 3 تامون زدیم اگه شما بس 3 بریم. تا با هم زدید که من میبرم. برو کنار یه دقیقه برو کنار. بزن محکم هم بزن یا بلند شو ببینم خوشمزگی بسه. آقا دوربینا رو چک کردیم دایمان با توش کنی البته نه دیگه آخه نزدی زیرش نزد زیرش. همینو قابلمه کردی گرفتی ولی آقا پایه یه دقیقه بریم اون پشت بزنیم زیرش. حقیقت وقتی توش کردی من قبول میکنم چون من راه توش کنی و نه چون میگه قانون داره جالبیش میگه چیه همه یه دونه مدال داریم بذار رو سر دایی بذار رو سر آخه خب آقا آیتم بعدی چیزی دارید به هم نشون میدید نه میخوام بگیم که اون خیلی خورد یه ذره کشاله‌های من ورم کرد. خوردیم زمین. کشاله رو از اینجا نشون میدی اینجوری بهتر نیست خب اون دیگه همه چی میفته بیرون. آقا 3 تا سبد اینجاست هر 3 تاشو پایینی 1 امتیاز وسطی 2 امتیاز بالایی 3 امتیاز 10 تا توپ داریم آها دونه دونه میایم پشت این چوب حالا شاید بگید چه چوب برای اینکه اگه بخوره منحرف شه هر کی امتیاز بیشتری بگیره اینجا وایس اول شما برو به رسم ادب رسم ادب. چی چند تا پرتاب داره؟ سوال قانون ما رو داره چیز میکنه بیاید وایسی بیاید تو این دوربین یکی گرفت عجیبه این آدم بچه
بابا باریکه یه توضیح چهار بدم. قبل امتیاز. از اینکه دوربین رو روشن بکنیم شروع کنیم میلاد داشت سعی میکرد که این بچینه 4 امتیاز. یک دونش هم تو نتونست بندازه گفت 4 امتیاز. چشی زدی نه با چش چیه بابا یه دیوونه میشه. آفرین. نه نمیتونه نه ضعیفه 5 امتیاز ضعیفه. آه اون رفته. اونو ولش کن اون رفته. نکنید دیگه برو برای 3. خب 5 امتیاز. سوهل 5 امتیاز. ببین ایمان چیکار میکنه. زرت. میلاد بچه‌ها قبل بازی اومد نشون بده یه دونه هم ننداخت. میلاد نمیتونه یه دونه هم بندازه. رفتی رو مخش دیگه میلاد نتونسته یه دونه هم بندازه. اینم شانسی کمونه بود. کرد برو رفت فراش یه 3 بندازی دهنم بستی. چی بندازم دهنت 3 دهنم میبندم. مگر سه برو. واه باوی سه هم بندازی باختی دیگه گو هم بخوری ببین. فایده نداره. کاش اینو میزه توفمای این دقیقه ناراحتی چیزی شدی احساس می‌کنم. قهر نکن دیگه. بابا باش میشه بود. خب در خدمت هستیم با امتیاز بذار اول بندازی اگه نشد اینا رو بگو در خدمت هستیم با امتیازی آقای فاضلی و دوستان گرامی ریده با هم همون یک امتیاز بندازن باز خدا رو شکر خیلی زده نه زمینی خب اونو که میدونیم بندازیم نه خب زدم سیرک خلیل آقا که قدرت کلام رو بهتون نشون بدم بریم تو مخه. ماشاءالله 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 به حامد ماشاءالله به حامد ای بابا ماشاءالله به حامد ماشاءالله به توپش آها ماشاءالله به چشم ماشاءالله به عشق ماشاءالله به زانوش ماشاءالله ماشاءالله به ابروش ماشاءالله به یه سه دیگه طمع اینه سوهل 5 امتیاز. ایمان 1 امتیاز. من ببخشید ادیتور اینو بذار رو سرم بعد از رو سرم بعدش رو کسی کن خب آقا آیتم بعدی اینه که ما این موشک هامون رو باد میکنیم از پشت این خط ول میدیم که گل بزنیم. هر کی بتونه گل بزن ببخشید هر کی بتونه گل بزنه مدال رو میگیره. اول تو برو. اول اون سری من تو رفتم اول دیگه. نرفتی. حامد جان پشت این خط. رو همه آیتم های بپرسم داری چیکار میکنی؟ بلو چی گل زد؟ میزنه گل زدم گل ملیه من بزنم؟ چجوری زدی؟ کاش نگاه میکردم فقط اینو یادم از کاره. ببین تا اینجاها اومد رو هوا یهو رفت بریم آقا 3 2 1 مثل شانس زندگیت بود داداش ببخشید چطور؟ من که هیچی. ای بابا حامد مدالشو دوست داری؟ بعدم نمیاد 2 تا سوهل داره الانم احتمالاً. پشت این خط برو جایی که غم نباشه حاجی اونجا غم نیست آقای ما گل نکنی باید فصل 3 جوکر رو بسازی ها گوزن بزرگ در مقابل گوزن وسط. ولی محمد من زیر تا این بادکنکه کلین آقا آقا حامد تبریک تاج میگم. موتیکون دومین. سر دزا دومین مدال رو شما گرفتی. بیا ما یک دو 8 علی شاتلو آزادی شد کوچه به کوچه خونه به خونه بیایم به خونه هاتون توی آیتم که معلومه دیگه قراره رو بذاریم توی نه چرا همه چی میام تو روی پیشونی بعد بندازیم توی دهنمون. هر کی اول اندازه آره 3 2 1 چی شد؟ میکروفونه واو داره دروغ میگه واو نه تو درته قبوله
چرا هیچی امتیاز دیگه نمیگیرم؟ آقا با دست گذاشتی. گوش کردی؟ آقا ببینیم ویدیو رو. اصلا من خودم نکردم دیگه. جون خودشو قسم خود چون میدونش برای من چقدر عزیزه نباید. اینو حاجی میشه ریپلای. آقا بیا فیلم بریم برداری چک کنیم. ببخشید تاج قبلی دست شما بود. بیا از تو کف در بیارم بزنم رو سر. دایی بیا. دولا این تاج واقعا دیگه نمیخوام. 3 2 1 خیلی خوله. خب آقا توی همتن قراره تلمبه بزنیم. هر کی بتونه بادکنکش زودتر بهتره کنه پسر قوی تریه. چی؟ تلمبه بزنید تا بادکنکتون بهتره. به چی؟ به بادکنک دیگه. همونی که میگه میکشمت غارت میکنه. قبل خوردن تریاک. بریم خالی کنید بادا رو. وایسا تو رو خدا. بذار سرش بکشیم. آره بچه حتما بکشین. 3 2 1 بله این تو هواتون خراب بود. بذار بابا تاجت دیگه. عقب خودم یکی در بیاره بده دستا. بیا. ولی کلا 4 تا 2 تا یکی من و تو که دیگه برای آخری باید رقابت کنیم. تو باید 2 تاشو بگیری که عمو قهرمان نشه. این چیه الان؟ لگت داره میزنه. این بچه هم قانون حامله شده در بچه ویدیو. قانونی. بله اوکی شناسنامه دار. قانونی. فقط یه پای بچه زده بیرون. اینو بهتون بگم باشه. بگم دستشه. همونجور که میبینید 4 تا بادکنک همرنگ خودتون اونجاست بچه‌ها. اما خودمون 2 چیه؟ تا تیر دارید. تیر تو تیرکمون. اینو با پا باید بزنید، اینو با دست. 2 تا شانس دیگه. اشتباهی بادکنک منو بزنی من میبرم. آره هر بادکنکی که تکون بخوره اون مدال رو میگیره. خب پس خودت شروع کن که به خودت نرسه. بریم هم میزنیم دیگه. چه کاری آقا بزن شما. تا ویدیو از بزرگتر گوزن از بزرگتر شروع کنیم. آقا نه دیگه. آقا حامده. باشه حالیش خب این که هیچی. امیدوارم تو بخوری داداشی. داداش روبرتو کارلوس. روبرتو هم که توپ نرفت بیرون جای شکرش باقیه. تو خدا با دقت بزن هیجانیش اینجا الان صدا قلب بیاد. منو تو ریدی. یه صدا گوز بیاد. 100 دفعه گفتم بیار کلامی خرابش میکنم. این چیه داری دست من؟ آجر لوره. وای سفیده. یکی آقای گل! بیا گل برای تیم آبی. زرده. وای سوهل بزنه که برده نزنه میریم برای دور دومش. توپیو بزنه فکر کنم. ببین مثل پنالتی توی فینال جام جهانی میمونه اگه بزنی قهرمان میشی. لوی زرد. این همه ادا. برای گدا. ما میریم دور دو خدا رو شکر. دور 2. این سری برعکس شدیم ما شما اول شد. من اول با دست میتونم شروع کنم. آره هر جور مایلی کهن. ادای دست رو میره. شاید ما هم 2 تامون رو زدیم. حاجی من معصوب شدم پا برای همین. اول پا میزنی؟ آشتا گرم خب برو روماتش رفت برو نزدیک این بر دوم کردی این من خراب کنم لور آجر عالی آجر زیاد نباید میگفتم دیگه. زرده چیکار کردم؟ نه بادکنک نباید بترکشی تو با آره بادکنک آره اصلا کجا گفتی؟ بادکنک احتیاج دو باشه، چون که بیا. بادکنک بیا این بابا بذارم بچه ها چی میشه دقت کن که بادکنک بزن قرمز. نباید این اول ویدیو بزن. اوه سفید بود 2 تا میشه بترک بابا ریدم تو این زندگی آقا الان چیه قضیه؟ بادکنک ایشون ترکید ربطی دیگه نداره. برای جذابیت مگه گفتی مسابقه هم بترکه؟ میریم که آیتم بعد قهرمانتون رو معلوم کنیم. 4 3 خب آقا توی این آیتم 10 تا توپ دارید بچه شیطونی نکنید همزمان باید بزنیم بیفته توی اون سبد. خب هر کی تعداد بیشتری از اینا رو بندازه تو سبد میبینم بهت پارشی. خوبه رو هر کدوم یه اسمتون هست یا آخر میشونیم هر کی بیشتر انداخته باشه تو سبد امتیاز بیشتری رو میگیره. آموده بده 3 2 1 8
هیچ گیره میندازه چرا؟ ای وای وای من بریم بیارم من میگم آخرین نه تیر منه. آقا دور اولی که خب تر زدیم بله. میریم برای دور دوم اگه قهرمان نداشتم که هیچی دیگه برنده منم دیگه. نه دیگه باید اینجا یکی بده برنده. نه آخر. اگه شما دو تا ندازید من و ایمان آقا قهرمان باید ساله یه قانون تصویب کنید. نفر آخر ترور چرا بشه با قانونیم توپ. ما؟ شما موافقی نفر آخر ترور شه با توپ. 4 تا توپ داریم. آها توپ فوتبال. آره. نه شما که ثابتی بگو آره. آره. عجب میده. 3 2 1 ای بابا این باد زیاد شد باید این بابا لاشی بابا ریدم بزن تو سوئس. من بردم؟ بله. اونم نه. افتخار قهرمان دستمست رو بزنین 3 شما چون ویدیو یه دو عرضی کارو بکنید. مبارک باشه همون سوی قهرمانیت میدونی که من تو اکثر بازی تو فارسی 5 تا ریدم. مدال ببین ما چقدر تو دیواری بگی بابا این تا بریم ترور. طراحی ویدیو بلد خیلی تلاش کردم مساوی شم مثل حکمن تو هندش ولی مساوی نشد میگم طراحی ویدیو بلدی آره خوب بود چه بعد الان چپ کردم میفهمی خوب یعنی چی بد نیست آقا حاضری؟ نه داداش اون اصلا هیچ کار نه پشت آره بابا از جلو سر صورتتون میاد پایین دیگه بدتر از این میشی. نه قانون داره دستاتون بالا این شکلی پا این شکلی. ترور آره بابا بیا. شلواری که من به اندازه کافی بزرگ نیست. والا من خدا رو شکر کشتانه برادرم دستو بگید توش نکنید. بچه اندازگو نشده. چرا؟ آقا دستو بالا دست بالا بگی به تیر. نه ویدیو قانون داره. بس وایسا اولی رو به کسرت احترام شما با 13 روز بزرگتر. ببین یه جو بزن که برگردی میام میزد جلو میزنم. من درسته مصدومم ولی الان برای لحظه آن این دعای خیره به در دو تا دیگه مونده بچه رو داری توپ زیاد چیکار داری؟ یعنی چی کار داری برگرد آقا برگرد اینقدر بزن سریع تموم شه وقت ویدیو رفت. 3 2 götüm yandı abi. سه نفر رو زد. اینکو بگی تو لنزی خود اینکو تو ویدیوی قبلی من از روزبه خواهش کردم که بده به من نداد گفت فال خودمه. روزش آقا من یعنی اگر به این خورد بهتر رو دوربین میخورد. آقا مرسی که ما رو تماشا کردید ماچ بهتون خداحافظ.